اخیراً من دیدم یکی از این عوامل اطلاعاتی سابق جمهوری اسلامی، آقای حجاریان که از اون تئوریسین های اصلاحات هم بود، ایشان میگفت مردم نا و جان بیرون آمدن از خانه رو ندارن، چه برسه عبور از حاکمیت و حکومت. این حرف ایشان با توجه به اینکه بخشیش درست هست، ما رو متوجه یک امر میکنه و این برنامه ریزی است که این حکومت ها انجام میدن که بتوانند مردم رو زبون و ذلیل بکنن که حتی توان اعتراض هم نداشته باشن. یعنی بخشی رو با بدهکاری های فراوان سرگرم معیشت روزانه بکنن، بخشی رو با ترس از اینکه اگر قیامی بکنید، اعتراضی بکنید، همین رو هم از دست میدهید، خانه نشین بکنن، زبان اونها رو کوتاه بکنن. عده دیگر رو با همین وسایل تخدیری، مواد مخدر و بسیاری از مسائلی که امروزه بلافاصله در جامعه ایران هم شایع میشه به این روز کشاندن که مردم توان حرکت کردن هم نداشته باشن و ما میبینیم اثرات بدی که امروز در درون جامعه ایران هست. و بخش دیگر رو با فرهنگ ابتذال در سینما و موسیقی، یعنی موسیقی هایی که فاقد محتواست، موسیقی هایی که بسیار ذلیلانه است، انسان رو در بدترین حالت خودش قرار میده. حالا من نامی از خواننده یا کسی نمیبرم، من خواننده ای رو میبینم مثلا میآید با بدترین دشنام ها مخاطبین خودش رو صدا میکنه و اونها هم پایین کف میزنن. یعنی شما هیچ برده ای رو پیدا نمیکنید تا این اندازه یک اربابی بالا نشسته که ظاهرا اهل مواد مخدر و این چیزها هم کم نیست و بارها هم این رو اشاره کرده در اون کنسرت های دو ستایی که داشته، مردم رو با الفاظ بسیار شنیع خطاب میکنه و آن عده گوسفندی که و واقعا هم باید گفت در اون پایین نشستن برای او هورا میکشن، بعبع میکنن، کف میزنن. و خب ببینید مشکل این است که فرهنگ ابتذال چگونه گسترش پیدا میکنه. و نکته جالبتر این است که همین خوانندگان، همین بازیگران رو در زمان انتخابات میآورن پیش کاندید مورد نظر خودشان، مینشانن، عکس میگیرن برای اینکه بتوانن حداقل در زمان انتخابات از آن چند میلیون هوادار این شخص هم استفاده بکنن، چون میدونن اونها فاقد درک و شعور و منطقن. یعنی میزان دانش اونها به سطح نازلی است و میتوان اونها رو گوسفندوار، بردهوار به سمتی کشید که بیاین رأی بدهند. خب میآورن. اینها برنامه‌ریزی هایی است که همین جناب حجاریان و دیگران در نظام‌های استبدادی و جباریت که پایه‌گذارش همین ها هستند انجام دادن. ماحصل 40 سال حکومت استبدادی و سابقه استبدادی و جباری از ایران باستان تا به امروز، همه اینها نشان میدهد که ما به یک سنت جباری عادت کردیم و امروزه در برابر جبارانی قرار داریم که در میان جباران ذلیل‌ترین اونها هستند، شنیع‌ترین رفتارها رو انجام میدن و از نظر اصول انسانی حتی در بی‌پایه‌ترین و دونپایه‌ترین اون قشر قرار میگیرن. حداقل ما در دوران رژیم گذشته از نظر فرهنگی انسانهایی داشتیم که بتوانند کارهای فاخر تحویل بدهند، اما همانها هم در همین رژیم جایی ندارن. افرادی هم که به عنوان بازیگر آمدن، شما به سینمای ما نگاه بندازید میبینید فیلمنامه هایی کاملا عبث، بیهوده، ساختن سریال هایی با هزینه دولت از فلان عرب در حجاز که مثلا آمده در اون زمان برای منافع خودش قیام کرده، از مختار و از نمیدونم عمار یاسر و علی ابن ابی طالب و حسن ابن علی و از اینها برنامه ساختن برای این است که آن نظام استبدادی و جباریت بتواند علاوه بر حفظ مشروعیت مردم رو هم تحت انقیاد خودش قرار بده. و ایشان اشاره میکنه و توده های مردم غرق در وقت گذرانی های کاذب و تفریحات پوچ و در کمال حماقت و ساده‌لوحی یاد میگرفتند که فرمانبردار و مطیع باشند. میگوید دلیران برای دستیابی به آرزوهای نیک از خطر نمی هراسند. مردان زیرک و تیزهوش از تحمل رنج نمی گریزند. فقط ترسوها و احمقها هستند که نه قادرند سختی را تاب آورند و نه می توانند به دفاع از حق خود برخیزند. آنها فقط در حد آرزو کردن و خواستن میمانند. این داستان ماست امروز، همش آرزو به دل هستی. کسی بیاید ما رو نجات بده، کسی بیاید شر اینها رو از ما دفع بکنه، کسی بیاید وضع مالی و معیشتی ما رو به راه بکنه، اما خودمون هیچ کاری نکنه. و هرچند این آرزو همواره در نهاد ایشان باقی مانده است، شهامت بر زبان آوردن
و یا کوشش در راه رسیدن به آن را ندارند. ای فقیران، تیره بختان و مردمانی که در جهالت به سر میبرید، ملت هایی که خود مسبب بدبختی هستید و چشم بر حق خود بسته اید، شما خود را در برابر چشمان خود از بهترین و بیشترین سهم ثروت خود محروم میسازید. همین که ثروت شما رو میدن به لبنان و یمن و فلسطین و جاهای دیگه میدن. زنان ما، کودکان ما در بدترین وضعیت زیست میکنن، از تحصیل محروم هستن، دچار انواع و اقسام بیماری ها میشن، از اولیات بهداشتی محرومند، اما بیمارستان هایی در جاهای دیگه ساخته میشه برای اینکه مردم ما حق خودشون رو نشناختن. کشتزارهایتان غارت می شود، اموالتان به سرقت می رود، میراث خانوادگیتان از میان می رود. چنان زندگی می کنید که نمی توانید بر هیچ چیز دعوی تملک کنید. دریای خزر رو بدید، خلیج فارس رو بدید، آنجا رو بدید. خب دیگر چیزی برای شما نمانده. به چه دلخوشید؟ اینکه فقط سخن بگید که بله این حق ما بوده، آن حق ما بوده. به نظر می رسد شما از اینکه داراییتان، خانواده و زندگیتان را وام گرفته اید احساس رضایت و خوشبختی می کنید. یعنی میگه اینها همه تازه برای شما این وام میمونه و از همین وام گرفتن که یک نوع قرض هست هم خوشحال و راضی هستید. این تباهی، بدبختی، ویرانی و فلاکت نه از دشمن بیگانه بلکه از دشمنی به شما میرسد که خود به او قدرت بخشیده اید. دشمنی که به خاطرش به جنگ میروید و کشته میشوید. حتما یادتون هست در جنگ ایران و عراق چه کودکانی که به جنگ رفتن، چه افرادی که با بی‌درایتی فرماندهان سپاه بر روی مین رفتن کشته شدن، در عملیات ها کشته شدن، اما فرزندان همین افراد در کشورهای اروپایی درس می‌خواندن. هیچ کدامشان به جنگ نمی‌رفتن. شما دیدید آقای خمینی در جماران بر روی اون طاق نشسته بود، جوانانی از زن و زندگی و تحصیل خودشون زده بودند، آمده بودند که بریم به جنگ. بغل آقای خمینی حاج احمد آقا هم ایستاده بود با آن گردن کلفت و اون هیکل و کسی نمیگفت خب اگر جهاد واجبه چرا این آقا با ما نمیآید؟ حداقل ساحت جبهه رو متبرک میکردین حاج احمد آقا، چرا نیامد؟ به خاطر اینکه تا زمانی که این عوام و جاهلان وجود دارن، هرچند اونها با حسن نیت میرفتن برای کشور، اما بیاییم بیاندیشیم که این جماعتی که برای حفظ حکومت خودشان فرزندان خودشون رو هم به جنگ نمیفرستادن، به حکومت به عنوان یک غنیمت نگاه میکردن، به کشور به عنوان یک غنیمت نگاه میکردن. طبیعتا میخواستن اموال مردم غارت بشه برای خانوادهشون. خب نیازی نبود خانوادهشون برن و کشته بشن. اونها میخواستن این ثروت رو برای میراثبران خودشون به یادگار بگذارن. این بود که جوانان ما میرفتن کشته میشدن، اما عوامل حکومتی بر سر کار بودن. فرزندان اونها هم در کشورهای دیگر زندگی میکرد. خب ایشان ادامه میده: این تباهی، بدبختی، ویرانی و فلاکت نه از دشمن بیگانه بلکه از دشمنی به شما میرسد که خود به او قدرت بخشیده اید. دشمنی که به خاطرش به جنگ میروید و کشته میشوید و به خاطر افتخار و سربلندیش از جان خود دریغ نمی کنید. در حقیقت جبار هیچ ندارد بجز آنچه شما مردم به او داده اید تا نابودتان کند. اگر شما به او چشم ندهید، از کجا این همه چشم دارد تا شما را زیر نظر بگیرد؟ یعنی کار جاسوسی که خود مردم بر علیه خودشون انجام میدن پایه استبداد و جباریته. جبار که تا این اندازه نیرو نداره بخواد در هر کوچه و برزنی برای خودش نیرو بچینه، بلکه این مردم هستن که چشم جبارن. و ما دیدیم خمینی در همان زمان انقلاب هم همین ها رو میگفت، بعد از انقلاب، که فرزندان از مادران و پدران جاسوسی بکنن، دیگران هم بیاین اخبار خانه ها رو به ما بدهند. این سیستم جبار این گونه عمل میکنه، با چشم شما، با زبان شما، با دستهای شما کار میکنه. آن سربازی که در خیابان با باتوم و چکش و اسلحه و هزاران وسیله دیگر به جان مردم میفته، شاید به نظر شما سرباز وظیفه است، 2 سال خدمت سربازیش رو انجام میده و میره به شهر و روستای خودش، اما میبینیم که همین مردم و همین سربازان هستن که در خدمت جبارن.
شما دیدید هاشمی رفسنجانی بیاد در خیابان مردم رو کتک بزنه؟ نه. شما دیدید خمینی بیاد در خیابان؟ پسر او بیاید در خیابان؟ نه. این سربازانی هستن که فرزندان من، شما و دیگرانن، برادران ما هستن. اما جبار با آنها کاری میکنه که اونها احساس کنن در کنار جبار بهتر میتوانن منافع خودشون رو تحمیل کنن. حالا یا با جهل یا با رغبت، فرق نمیکنه، یا با آگاهی. ولی مسئله این است که اون افسر نیروی انتظامی، آن بسیجی که در خیابان زنان رو کتک میزنه، فرزندان ماست، یعنی از مردمه، چیزی هم به اون نمیرسه. در حد یک لقمه استخوانی جلوی او بیندازن، وگرنه آن گوشتها و آن ثروت رو فرزندان دیگران میبرن. خب ادامه میده: اگر شما خود به او دست و بازو نبخشید، از کجا این همه بازو فراهم میکند تا سرکوبتان کند؟ اگر شما خود به او پا نبخشید، چگونه و با کدام پاها قادر است شهرهاتان را لگدمال کند؟ اگر خود شما به او قدرت ارزانی ندارید، چطور میتواند بر شما تحکم کند؟ همین قوانینی که در درون جامعه ماست. تن میدیم به اون. زنان ما به قوانین ضد اسلامی تن میدن، اون رو فضیلت میدونن. یعنی این قانونی است که یک جباری به نام الله آورده، نماینده او یعنی محمد به اون قوام داده، علی ابن ابی طالب و امامان به او دوام دادن و امروزه ما هم اون رو اجرا میکنیم و پذیرفتیم به عنوان یک سنت و عادت. بله این گونه است. اگر با او همکاری نکنید، چطور جرأت میکند به شما بتازد؟ اگر شما به دزد فرصت ندهید، چگونه میتواند غارتتان کند؟ که این رو در صفحه 60 آورده. بنابراین ما نظام جباریت رو میبینیم که حتی امروز هم هست. افرادی میآیند برنامه‌های مضحک و مسخره رسانه‌ای ایجاد میکنند که ما دیدیم در ایران هم هست، مجریانی که بسیار بیمایه هستند، اما خب جبار به اونها این فرصت رو میده که برنامه‌های طنز درست بکنن، استندآپ کمدی درست بکنن، اما فرزندان خودشون رو میبرن در کانادا به دنیا میآورن، دیگری در کشورهای دیگر برای خودش مایه املکی داره، از بانک‌ها وام‌های سنگین میگیرن و پاداش خوشخدمتی خودشون رو برای اون جبار انجام میدن. و متاسفانه این مردم ما هستن که فریب این رسانه ها رو میخورن، این بازی ها و سرگرمی ها رو میخورن. حتی این نکته تاریخی رو هم عرض کنم بد نیست. مدینه و مکه یعنی حجاز آن زمان در صدر اسلام پایگاه فقاهت محسوب میشد، پایگاه تفسیر و قرآن بود. امویان برای اینکه مردم رو دور بکنن از آن مسئله مربوط به سنت و شریعت، سعی کردن مجالس رقص و آواز و این مسائل رو به مدینه هم بکشانن، یعنی مردم رو سرگرم چیزهای دیگر بکنن. که حالا یکی از اون شاخصترین افراد در این بزم‌ها و رقص‌ها و شعرها و شب زنده‌داری‌ها سکینه دختر حسین بود، همین حسین ابن علی امام سوم شیعه، که او هم این شب زنده‌داری‌ها رو داشت، افراد رو هم پیرامون خودش جمع می‌کرد و به نوعی از اونها استفاده می‌کرد. یعنی ذهن‌ها می‌رود به سمت چیزهای دیگری. هرچند موسیقی فاخر، رقص، آواز، همینا هنرهایی است که باید از او استفاده بشود، اما عرض من این است که همین هنرها رو جباران برای منافع خودشون استفاده میکنن. یعنی هنر فاخر رو به یک هنر مبتذل پایین میآورن، از هنرمندانی دفاع میکنن که اساساً کارهای بسیار سبک انجام میدن و تحت نظر اونها هستند که اگر روزی انتخاباتی شد، تظاهراتی شد یا نیازی به بیانیه‌ای بود، بتوانند از این دونمایگان و فرومایگان استفاده بکنند.